السلام علیکم و رحمت الله. بابای حاجی، من یک مخلص اشدی شما هستم. یک سوال دارم، التماس جواب دهید. من یک جوان خداترس هستم. حاضر به کجایی که خواستگاری روی بسیار سر و پاهی میفرمایند. دست ما نمیرسد. نفس خود را در زندان کردیم. یک دختر مرا دوست می‌دارد و مرا میگوید که مرا گرفته ببر به خانه‌تان، بعدا نکاح میکنیم. من همین خیال کنم در نزد خدای خود گناهگار میشوم یا نه؟ التماس جواب دهید که بسیار ضرور است. البته انسان گناهگار میشود وقتی که این یک حساب جنایت است. وقتی که شما مثال یک دختری که وی پدر دارد، مادر دارد، پدر و مادر وی قدر دارد، قیمت دارد و یک چند نفر انسان ها میشناسد، وقتی اگر تو دختری وی گرفته و به خانه میاری و بعدا نکاح میکنی، بدونی چند قدر در یک برادر مسلمان اینقدر دلازاری پیدا میکنی، آبروی یک برادر تا پس میکنی. اشر الشباب و من استطاع منکم الباءة فلیتزوج و این لم یستطع فعلیکم بالصوم فانه له وجاء. ای معشر شباب، ای جوان ها، کدامت اگر دست رسا دارین زن گیرین، اگر دست رسا ندارین تا زمانی که دستان میرسیدگی باشد شما روزه گیرین، زیرا روزه شهوت